به نام خدا سلام عرض میکنم بینندگان عزیز. لطفا همین ابتدا به این سوال بدون هیچ گونه فکر کردن سریع پاسخ بدید. به نظر شما فرزند پسر آدم داشته باشه بهتره یا فرزند دختر؟ یه خورده فکر کنید بهش. جواب شما چیه؟ فرزند بهتر کدومه؟ خیلی دوست دارم فرزندشون حتما پسر باشه و اگر همسرشون فرزند پسر بهشون هدیه نده، انقدر سرکوفت میزنن، انقدر اذیتش میکنن، انقدر آزارش میکنن، انقدر متلک بهش میگن، انقدر اونو متهم به انواع بیماری ها میکنن. چرا؟ چون پسرزا نیست عروس. برخی آرزو میکنن ای کاش یه دختر داشته باشن، از بس پسر تو فامیل دارن. حسرت اینو میکشه که یه دختری داشته باشه که به قول معروف حرف دل مادر رو بشنوه. دخترها شاید معرفتشون بیشتره، اینجوری فکر میکنن. و ما تو این ویدیو میخوایم یه نگاه بکنیم به این سوال که اصلا این سوال یعنی چی. واقعا جنسیت چقدر موضوعیت داره که خیلی ها خودشون رو بیچاره به همین موضوع کردند. دوستان عزیز، خواهش میکنم با دقت و توجه این موضوعات که میگم، به ویژه فرازهای پایانی رو خیلی دقت کنید، چون نکاتی که میخوام بگم خیلی هاتون شاید همین الان تو زندگیتون هست، گاهی اوقات روتون هم نمیشه بیانش بکنید. نکته اول ما باید باور کنیم که دوستان عزیز، فرزند انتخاب ما نیست، امانت و مسئولیت ماست. به این جمله فکر کنید. ما جنسیت فرزندمون رو انتخاب نمی کنیم، پس نمیتونیم ارزش گذاری کنیم وقتی که انتخاب جنسیت نمی کنیم. والدین پرورش دهندن، نه طراح محصول. اینو اول درکش بکنیم یا درک درست داشته باشیم. شما ببینید وقتی کسی یه امانتی رو دریافت میکنه، ارزش امانت رو خودش تعیین نمیکنه، فقط باید درست از اون امانت نگهداری کنه. ما نیستیم که تعیین میکنیم که دختر ارزشمندتره یا پسر ارزشمندتره. یه خدای آفریننده است به من یک امانت میده، میگه اینو پرورشش بده، مال تو هم نیست. این نکته اول. چرا از این زاویه ما هیچ وقت نگاه نمیکنیم؟ چرا فکر میکنیم ما مالک بچه‌هامون هستیم؟ و نکته دوم، شخصیت انسان ها تابع جنسیتشون نیست. جنسیت شخصیت نمیسازه. اون تربیت و تجربه است که انسان ها رو با شخصیت میکنه یا بی شخصیت میکنه، شخصیتشون رو شکل میده یا نابود میکنه. اون رفتار خوب و رفتار بده که به پسر بودن یا دختر بودن ارزش میده. اصلی ترین نقش تربیت در وجود انسان ارزش ها و تجربه ها هستند دوستان عزیز، که در پیرامون تربیت یک انسان به وجود یک فرد معنا میبخشند. فرق نمیکنه دختر باشه یا پسر. شما الان ببینید انقدر ما توی مثلا جاهای ما زندان ما تو زندان مگه کم داریم مجرمی که زنه یا مجرمی که مرده؟ پس یا بالعکس تو میدانهای مثلا ورزش انسانهای بزرگ و قهرمانی داریم، هم زن هست توشون هم مرد هست توشون. پس ببینید اصلا ارزش به جنسیت نیست. آدمایی که سطح فکری پایینی دارن اینها میشه براشون ملاک و ارزش، چون اصل قضیه رو متوجه نیست که داستان چیه. خواهش میکنم با این نگاه ها توقعات کلیشه‌ای درست نکنیم تو خانواده ها و با اون توقعات کلیشه‌ای بچه‌هامون رو خرابشون نکنیم. خیلی از والدین هستن بر اساس جنسیت توقعات غلط ایجاد میکنن تو زندگی، باعث آسیب به شخصیت بچه‌هاشون میشن. مثلا میگه دختر باید آروم و مطیع باشه. بله، آرام بودن و مطیع بودن نشان دهنده متانت یک دختره، ولی نه به این معنا که افسردش کنی و خجالتیش کنی، بعد اون دختره نمیتونه فردا از حق خودش دفاع کنه. از نگاه اون پدر مادری که اینجور فکر میکردن، اون این دختر خوبی شد. دختری که نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، اون دختر خوبه؟ بله، دختر باید متین باشه، با وقار باشه. خود من توی کانال بسیاری از ویدیوها در این خصوص گفتم و به عنوان یک دغدغه تربیتون رو مهم میدونم.
به ویژه دختر باید، همیشه گفتم، خانومی از سر روش بباره. اما مفهوم آرام بودن و مطیع بودن مفاهیمی است که باید تحلیلش کنیم. یعنی چی مطیع؟ یعنی چی؟ یعنی تو سرتم زده بگی چشم، حق تو میخورن بگی چشم. وقت مسلمانی هم یعنی همین. بعد نهایتش بشه یک دختر افسرده، یک دختر خجالتی که نمیتونه حرف دل خودش رو بزنه، فردا به همسرش، به فامیلش، به فامیل شوهرش، به اطرافیانش، به مجموعه جامعه‌ای که درش زیست میکنه. یا مثلا میگن پسر نباید گریه کنه. کی گفته؟ چرا پسر نباید گریه کنه؟ میدونید ثمره این تفکری که القا میکنیم بر اساس جنسیت دختر یا پسر تبدیل میکنه یک انسان رو به موجود بی احساس خشن. پسری که هنوز تو بزرگسالی بلد نیست محبت کنه، چون اصلا گره نخورده به عواطف، ترسیده گریه کنه تا روحش لطیف شه، چون بهش گفتن پسر که نباید گریه کنه. ببینید چقدر آسیب داره. دوستان عزیز، جنسیت وفاداری و محبت رو تعیین نمیکنه. بعضی میگن ما یک دختر داشته باشیم خیلی خوبه، دخترها با معرفتن، پسرها میذارن میرن. اینجور نیست واقعا. مسئله مهربانی، مسئله معرفت، مسئله مسئولیت پذیری، مسئله عشق به والدین جنسیتی نیست. ما اینجوری نگاه نکنیم. بسیاری از دخترها هستن که در پیری والدینشون پرستاری والدینشون میکنن. خیلی از دخترها هم هستن درست زمانی که پدر مادر پیر شدن بهش نیاز داشتن مهاجرت کرده اصلا رفته. تو پسرها هم همینطور. تو پسر هم همین وضع میبینی. بسیاری از پسرها هستن شغلشون کنار گذاشتن، میگه من مهمترین رسالتم اینه که از پدر و مادرم مراقبت کنم. یه پسری هم داریم داره خارج زندگی میکنه، شنیده میگن پدر مادر دیگه مثلا نمیتونه از خودش مراقبت کنه، میگه من پولشو میدم بذاریدش یه جا تو سالمندان، خودتونم اذیت نکنید. زندگی همینه. اینم یه پسر. پس ببینید اصلا تابع جنسیت نیست. خواست فرزند، گاهی اوقات ما فرزند میخوایم برای اینکه نظر خودمون تامین بشه، به نیازهای آینده خودش و جامعه اصلا نگاه نمیکنیم. ما خودخواهی داریم. پدر و مادر امروز دوست دارن جنسیتی از فرزند رو داشته باشن که به نیاز خودشون نگاه میکنند. این فرزند دوستی نیست. یه خود بهش فکر کنید. این خودخواهیه. پسر میخوام چون پشت و پناه هم باشه. این چون میخواد یه کسی تو پیری پشت و پناهش باشه پسر میخواد. دختر میخوام چون مراقب ماست. به آینده نگاه نمیکنه، به نیازش نگاه نمیکنه، به اینکه جامعه چی نیاز داره نگاه نمیکنه، به اینکه آدم خوب تربیت بشه نگاه نمیکنه. یه کسی میخواد اساش باشه. خودخواهی. هیچی دیگه هم براش مهم نیست. من پدر مادرهایی دیدم که مانع ازدواج و خوشبختی فرزندشون شدن به خاطر اینکه ترسیده این فرزند اگه بره اون وقت کسی نیست تو خونه که ظرفا رو بشوره، کسی نیست تو خونه بره جنس بخره، اینو مریض میشه کسی نیست دکتر ببرشون. ترس از این داره. نه خودخواهیه دیگه. شخصیت آینده فرزند، دوستان عزیز، نتیجه تخمین والدین نیست. والدین فکر میکنند که میدونن چی میخوان، اما اغلب در آینده تغییر میکنه. بسیاری از پدر مادرهایی که سالها میگفتن باید پسر داشته باشیم، اما بعد از 20 سال گفتن ای کاش یه دختر با معرفت داشتیم. گاهی اوقات یک دختر بی معرفت داره میگه ای کاش یه پسری داشتیم که پشت و پناهمون بود. پس نگید دختر بهتره یا پسر. اصلا مهم نیست جنسیت. این تقسیم بندی های غلط فرهنگی رو کنار بگذاریم رو بعضی از مفاهیم. جنسیت هرگز نمیتونه جای تربیت سالم رو بگیره. محبت، کنترل، خشم، احترام، مسئولیت پذیری، وجدان، هیچ کدام اینها دوستان جنسیتی نیست. اینا با آموزش درست میشه. اگه فرزند من محبت یاد نگیره
دختر بی معرفت میشه. اگر وجدان یاد نگیره پسر بی غیرت میشه. اگر ما به این توجه نداشته باشیم، بعد فقدان موفقیت ها و تربیت های درست فرزندمون رو میزنیم پای حساب جنسیتش. چون دختره اینجوری شد، نه چون پسره اینجوری شد. هرگز. مسئله جنسیت نیست، مسئله فقدان تعلیمه. مقایسه فرزندمون چه پسره چه دختره با جنس مخالف بهش آسیب میزنه و ما این رو نمیدونیم. مثلا میبینیم پدری یا مادره به دخترش میگه که کاش پسر بودی، یا به پسرش میگه کاش تو دختر بودی. این یکی از سنگین ترین تخریب هاست که پدر و مادر انجام میدن و ناآگاهند. اون دختری که دائما میشنوه، مدام میشنوه که کاش پسر بودی، احساس ناکافی و ناکامی میکنه تو زندگی خودش. اون دختر اعتماد به نفسش رو از دست میده. کی مقصر این آسیب به دختر؟ پدر مادر. این اسمش حق الناسه. پدر و مادر، دختر تو، پسر تو امانت در دست توست. تو با ندانم کاری، با حرفهای بی ربط، حرفهای قدیمی کهنه‌ای که هیچ عمقی هم پشتش نیست، این حرفا رو به دخترت یا پسر زدی. اون رو یک انسان روانی یا آسیب پذیر یا دارای اختلال کردی که اعتماد به نفس نداره، تو سری خور شده، شجاعت نداره، تصمیم گیری نمیتونه بکنه، فردا یک مرد با قدرت نیست، فردا یک مادر شجاع نیست. و تو این کارشو کردی، تو اینطوری تربیتش کردی و تو مسئولی. اینا اسمش حق الناس. حق او این بوده که تو درست تربیتش کنی، چون امانت بودی دستش. تو امانت رو داغون کردی، امانت رو خرابش کردی، روح و روانش رو نابود کردی. ارزش انسان ها به کارکردشون نیست، ارزش انسان ها به انسانیتشونه. فرزندان ما نباید این گونه نگاه بشن. تا زمانی که داره مفید برای من میشه، به من افاده میرسونه، به من منفعت میرسونه، ارزش داره. اگر دیگه اینو نداشت، دیگه بی ارزش میشه. اینا غلطه. باید به این باور برسیم دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، کسانی که الان پدر و مادر هستید یا کسانی که فردا پدر و مادر میشید. آینده خانواده ها رو شخصیت که میسازه، نه کروموزوم های 2X یا XY. هرگز. کروموزوم ها فقط جنسیت ها رو تعیین میکنند، نه اخلاق رو، نه معرفت رو، نه وفاداری رو، نه عشق رو، نه انسانیت رو. نتیجه یک خانواده رو انسان بودن میسازه. انسان بودن، نه زن بودن یا مرد بودن. خواهش میکنم به این مفاهیم توجه بکنیم و فراموش نکنیم فرزند هدیه نیست که مدلش رو انتخاب کنیم. یکی میخواد برای من هدیه بخره، میگه چه گوشی بگیرم من انتخاب کنم. نه، اینطور نیست. فرزند، چه دختر و چه پسر، امانتی است که باید انسانش کنیم. خیلی ها این هنر رو ندارن و متاسفم. اگه ما از یه جامعه گلایه میکنیم از رفتار، فرهنگ پایین، شأن نازل، یعنی پدران و مادران اون جامعه فهم تربیت نداشتند و بلد نبودند درست تربیت کنند. اگه ما انسان درست تربیت کردیم، خونمون خوب میشه، محلمون خوب میشه، شهرمون خوب میشه و دیارمون خوب میشه و تاریخمون خوب میشه. هر جایی از تاریخ بشر اون بشر حال خوبی داشته، محصول فهم پدران و مادران اون جامعه و اون تاریخ بوده. پس سطحی به مفاهیم نگاه نکنیم و هر چیزی که در گذشته به غلط توی پندار ما کردند، قرار نیست ما همه اون مفاهیم رو بدون درک درست و ورز کردنش ارزش گذاری کنیم و بهش باور داشته باشیم. امیدوارم این ویدیو مفید بوده باشه. ممنون میشم که ابراز لطف کنید.
حتما لایک کنید چون میخوایم بیشتر دیده بشه طبیعتا. و از اینکه این کانال رو به دوستانتون برای پیوستن پیشنهاد میدید، لینک کانال رو میفرستید برای عزیزانتون، یا تو صفحات اجتماعیتون کرامت میکنید، بزرگواری میکنید، منتشر میکنید، بی نهایت قدرشناسم و ازتون ممنون هستم. لطفا این ویدیو رو لایک کنید که بیشتر دیده بشه و نظراتتون رو در کامنت ارسال کنید. تک تک نظرات رو با دقت از سر وظیفه و احترام به وقتی که میگذارید شخصا میخونم و به قدر وسعم مورد توجه قرار میدم. ارادتمند شما، امیر مهرداد خسروی.